جناب آقای احمدی نژاد بدانند فراز بلند 2 خرداد 76 و حماسه های 3 تیر و 22 خرداد 88 ثابت نموده است که ملت با کسی عهد اخوت دائمی نبسته است و از ایشان خواستاریم برای پاسداشت عدالت و در اوج ماندن این گفتمان با حل مسائل فوق غبار را از دولت بزدایند و بدانند که همچون گذشته پشتوانه و آرای مردمی رؤسای جمهوری تا زمانی پابرجاست که در خط امام گفتمان انقلاب و منویات ولایت فقیه حرکت کنند.